حالتون چطوره؟ همینجور که دارید میبینید ما وسایل آشپزخونه دستمونه و این ویدیو به پیشنهاد خود مسعودی بوده. الان خودش بهتون میگه که ما قراره چی بهتون یاد بدیم. بفرمایید. من میخوام به نوام و به شماها چیزای وسایل آشپزخونه رو نشون بدم و بهتون بگم اینا را در قدیم به زبون دری چی میگفتن. بعدش هم که اسم این وسیله ها رو یاد گرفتیم، قراره یک غذایی که توی مراسم درگذشتگانمون از واجبات سفره هست و با هم دیگه بپزیم. آماده ای؟ بله. بزن بریم. میخوایم امروز چیزایی از مراسم نه صبر کن. امروز رو ول کن، میخوام کلی هدف این کانال رو بگی. وایسا 1 2 3. ما میخوایم امروز هدف نه صبر کن. امروز رو ول کن. کلی ما این کانال رو برای چی زدیم؟ برای یه چی زدیم؟ بالا اینو باید بگم؟ آره میدونی چرا اینو میگم؟ بله. چرا؟ خب طوری نیست، بذار ضبط بشه، طوری نمیشه. من میخوام امروز من میخوام مراسم‌های قدیمی که ما انجام میدادیم برای شما بگم. از این کانال خیلی ممنون میشم جواب ما رو بدین. چه جوابی میخوای ازشون؟ هی میگی جواب بدن. پیام میدی؟ نه، من میخوام اگر اشتباهی هم در این مراسم ها گفته شده شما برای ما بگین تا ما بیشتر یاد بگیریم. بله. به نظر دونه اشتباهاتو میدونن؟ گورونو البته. گورونو بگم. گورونو یعنی چی؟ دری. زرتشتی. گورون یعنی زرتشا. خب آماده؟ وگه پس بار کردی تو؟ خب حالا شاید خب بریم که ببینیم هر کدوم از اینا توی قدیم اسمشون چی بوده. این چیه؟ قابلمه. به گذشته چی میگفتن به زبان دری؟ کمودون. کمودون. تازه کمودون هم نه، کمودون یعنی یه ساکنی. کمودون. ماهیتابه؟ توه. ساتور؟ سوتیر. پارچه آب؟ پرچه اوف. ملاقه؟ کلاویز. تازه مثلا کلاویز نیست، کلاویز. خیلی مهمه، درسته؟ کلاویز. لحظه خیلی مهمه. چاقو. قاشق؟ کفچه. حالا هر جا یه لهجه های مثلا متفاوت داره. بعضی میگن مثلا کپچه. لهجه ها فرق میکنه. ولی خب مثلا اگر که 2 نفری که لهجه هاشون فرق بکنه به هم برسن بگن به هم میفهمن. بله. چنگال. ولی نبوده اون زمانا چنگال، بیشتر پنگال بوده. درسته؟ چنگال های قدیمی مسی بوده، چنگال قاشقاش مسی بوده. با مس همه چیز رو با استفاده میکردن. پولداری بوده. مس خیلی خیلی هم از لحاظ تمیز کردنش راحت‌تر بوده، از لحاظ قیمتی بهتر بود. قیمتی در قدیم خیلی بهتر بوده. همین. کماجدون و ملاقه و کفگیر و قاشق تموم اینا با مس بوده. برای سلامتی هم مس خوب. برای سلامتی هم خیلی خیلی خوب. به خصوص برای قلب. چون غذاهای قدیمی که میپختن توش اگر ترشی داشته باشه تو مسی درست نمیکردن، چون ترشی باعث میشه مس تقریبا یک کمی سیاه بشه. چه جالب، اینو نمیدونستم. جدی؟ به خدا نمیدونستم. این چیه؟ بشقاب. میدونم بشقابه. به دردی چی میشه؟ بشقوب. و اما کاسه. کوسه. و بقیه چیزا هم همون جوری گفته میشه. مثلا اون موقع فکر کنم لیوان نبوده، واسه همین لیوان همون لیوان بوده ولی لیوانای مسی. تمام لیواناشون هم با مس بوده یا رو بوده یا برنجی. خیلی جالب. رنگ مسی. نه رنگ زرده. مثل زرد؟ نه ببین برنجی ها رنگش زرد بوده، حالا دیکش هم ما داریم. دیک همون دیگ. قدیمی های وقتا به دیگ میگن دیک. درست میگن؟ کموجون. و همین کموجون رو بعضی میگن کمودون. درسته؟ کمودون.
هر کسی لهجه‌ای داره. خب حالا که ما همه این وصله ها رو یاد گرفتیم، توی ویدیوی بعدی که حتما ببینید چون این غذا یکی از غذاهای مورد علاقه منه، میخوایم بهتون چی یاد بدیم؟ آموزش پختن چی میخوایم بدیم؟ سیر و صدا که این تو مراسم زرتشتی حتما انجام میشه. توی مراسمایی که مال درگذشتگانه باید انجام بشه. بعد خیلی هم خوشمزه است. کسایی که سیر خیلی زیادی دوست دارن عاشق این غذا میشن و این حالا بعد داستان ایناشو توی ویدیو بعدی بهتون میگیم. ما بریم وسایل آماده بکنیم و براتون سیر و صدا بپزیم. پس ما رو سابسکرایب کنید. چی؟ ما رو سابسکرایب کنید. میبینیمتون. خداحافظ. خدا به همراهتون. خدا به همراهتون.